آقا رسالت ببخشید، قدر وطن را کسانی میدانند که از وطن آواره شده باشند. این ما همیشه گفتیم که ما افغان‌هایی که از وطن آواره شدیم و بعضی از عراقی عزیز ما، بعضی از لبنانی عزیز ما، اینا وطن را بیشتر درک میکنند تا آنهایی که هنوز در وطن هستند و نعماتی که خداوند برشان دادن بعض وقتا یعنی نمیبینن. انشاءالله که عزیزانی که تماشا میکنن قدر وطن را بدانند، چون وطن و مادر اینا از هم جدا نمیشن. برای ما وطن یعنی مادر.